تا حالا کسی شما رو قضاوت کرده؟ شما چطور؟ تا حالا کسی رو قضاوت کردین؟ میدونستین قضاوت یکی از خطاهای شناختی رایج هست؟ تقریبا همه ما هر روز با قضاوت مواجه هستیم. قضاوت یا نتیجه گیری شتاب زده با درست کردن فرضیاتی در مورد چیزی که دیگران فکر میکنن یا اتفاقی قراره بیفته همراه است. مثلا چند ساعت از پیامی که به دوستم دادم گذشته و اون هنوز جواب نداده. حتما عمدی جواب نمیده. یا اگه تو جمع خوب صحبت نکنم همه منو مسخره میکنن. قبلا در مورد چند تا خطای شناختی صحبت کردیم و میدونیم که خطاهای شناختی افکار منفی رایجی هستند که همه ما کم و بیش باهاش درگیر هستیم. تو این ویدیو میخوایم در مورد خطای شناختی نتیجه گیری شتاب زده صحبت کنیم. نتیجه گیری شتاب زده به دو صورت انجام میشه: ذهنخوانی یا پیشگویی. ذهنخوانی وقتی اتفاق میفته که ما بدون داشتن مدرک و فقط از طریق حدس زدن در مورد افکار یا احساس دیگران قضاوت میکنیم. پیشگویی هم زمانی اتفاق میفته که ما نتیجه یک اتفاق یا آینده رو پیش بینی میکنیم. تو واقعیت این پیشبینی ها یا قضاوت ها هیچ مبنایی ندارن، اما قدرت خیلی زیادی بر احساسات و تصمیم گیری ما دارند. این نوع خطای شناختی میتونه باعث تصمیمات اشتباه بشه و اثرات منفی روی زندگی ما بذاره. چند تا دیگه از معایب این خطای شناختی اضطراب، افسردگی و پایان آوردن عزت نفس هست. همینطور بر روابط ما هم تأثیر منفی میذاره، چون ممکنه رفتار، افکار یا احساسات به اشتباه تفسیر بشن و این باعث به وجود اومدن سوء تفاهم و درگیری میشه. خب حالا که ما متوجه شدیم قضاوت کردن چیه و چه اثرات منفی روی زندگی ما داره، لازمه بدونیم چطور باید باهاش مبارزه کنیم. قبل از ادامه ویدیو اگه کانال رو سابسکرایب نکردی لطفاً سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو بزن تا به محض قرار دادن ویدیوی جدید از طریق نوتیفیکیشن بهت اعلام بشه. خب اولین قدم برای مبارزه با این خطای شناختی تشخیص اون هست. چون ذهنخوانی و پیشگویی اغلب نامحسوس اتفاق میفته و اینقدر برامون تکرار شده که متوجهش نمیشیم و ما رو به این باور میرسونه که قضاوت ما حقایقی غیر قابل انکار هستند. با تمرین و خودآگاهی و ذهن آگاهی میتونیم متوجه این خطای شناختی بشیم. دومین قدم به چالش کشیدن قضاوت یا پیشگویی هست. بعد از تشخیص اون و آگاهی پیدا کردن از خطای شناختیمون به جای تکیه بر قضاوت با فکر کردن به صورت واقع بینانه که همراه با بررسی شواهد و در نظر گرفتن احتمالات مختلف هست میتونیم اعتبار قضاوت رو زیر سوال ببریم. چیزی که خیلی مهم و مؤثر هست اینه که از خودمون سوال بپرسیم. مثلا اینکه آیا قضاوت من واقعا درسته؟ چه شواهدی وجود داره برای این قضاوت؟ اغلب اوقات ممکنه متوجه بشیم قضاوت ما صرفاً به خاطر ترس و ناامنی خودمون هست. سومین قدم تمرین ارتباط مؤثر، یعنی گوش دادن فعال به صحبت‌های طرف مقابل و انجام یک گفتگوی شفاف و صریح است. و هر زمان که در مورد افکار یا رفتار کسی احساس تردید داشتیم، به جای قضاوت بهتر از اون شخص توضیح بخوایم. چهارمین قدم کمک گرفتن از یک تراپیسته. گاهی اوقات مسائل اینقدر پیچیده میشه که اولین و تنها راهکار مراجعه به درمانگر یا مشاور هست. با مراجعه به متخصص سلامت روان میتونیم سریعتر به نتایج مثبتی برسیم. پس متوجه شدیم که ذهنخوانی و پیشگویی یه تحریف شناختی رایجه که تأثیرات منفی روی افکار، احساسات و روابط ما میذاره. اما میشه با آگاه بودن از افکارمون و به چالش کشیدن اونا و تمرین ارتباط مؤثر با این افکار منفی مبارزه کرد. نظر شما در مورد این ویدیو چیه؟ فکر میکنید چقدر این افکار روی شما تأثیر گذاشته؟ ممنون میشم نظر خودتون رو برام بنویسید. اگه این ویدیو رو دوست داشتین و فکر میکنین برای کسی مفیده، ممنون میشم اونو لایک کنید و با بقیه به اشتراک بذارید. ممنونم.